بسم رب کعبه. در کتاب فکر نکن تنهایی از الیف شافاک آمده است دوست داشتن از دور. مرد ته دلش فکر کرد تو را از دور دوست دارم، بدون آن که نزدیک بیایی، بدون آن که چیزی بگویی، بدون آن که با من به تفاهم برسی. من تو را بدون هیچ انتظاری دوست دارم، بدون هیچ توقعی، بدون این که طلبکار باشم، بدون این که دلت را بشکنم. این را مثل رازی سر به مهر در وجودم پنهان کردم. شاید من این راز را بیشتر از تو دوست دارم، زیرا رازت از خودت زیباتر است، حتی از تو خالصتر و با ارزشتر است. رازت مثل قدحی بلورین است، برای اینکه نشکند آن را در قلبم جای دادم. رازت همچون شعله لطیف شمع است، فقط برای اینکه بتواند روشن بماند. تاریکی را به روز ترجیح می دهم. کسی نمی داند، نیازی هم نیست بداند. ضمناً کسی این موضوع را درک نمی کند. این آتش است. هر جا آتش باشد آنجا به خاکستر بدل می شود. اما من نه به دنبال عوض کردن چیزی هستم، نمی خواهم به جایی برسم، نمی خواهم چیزی را تصاحب کنم، نه خودم را به اثبات برسانم، نمی خواهم همه چیز همان طوری که هست بماند. من همیشه 1-0 مغلوبم. تو یک شبح در دور دست هستی. همان طوری که هستی بمان، دور از دسترس. من هم همین طوری که هستم میمانم. دنیا به همین شکل میماند، در مرکز کائنات، همان گونه که خدا گفته است.